40 عبارت شکرگزاری برای جذب کردن 100 میلیون تومان. سلام دوستای خوبم، لطفاً با من همراه باشین که با هم عبارات تأکیدی برای جذب 100 میلیون رو با هم تکرار کنیم. من از ثروتم استفاده می‌کنم تا جهان بهتری بسازم. این ثروت فقط یک شروعه برای فراوانی بی‌پایان من. امروز بهترین روز زندگی منه چون 100 میلیون تومان پول دارم. خدایا شکرت بابت نعمت‌های بی‌پایانت. من باور دارم و جهان پاسخ می‌دهد. 100 میلیون من با عشق و آسانی رسید. این پول باعث آرامش بیشتر در زندگی من شده. همه چیز دقیقاً به نفع من پیش می‌رود. احساس سبکی، آزادی و عشق با این پول دارم. من مغناطیس جذب پول هستم. جهان همیشه از من حمایت میکنه، مثل همین 100 میلیون تومان پول. خدایا شکرت بابت این نعمت بی‌نظیر. پول منو دوست داره و من عاشق پول هستم. قلبم پر از شادیه بابت دریافت این پول. من همیشه در مسیر درست ثروت هستم. این پول نتیجه ایمان، تجسم و شکرگزاری‌های منه. 100 میلیونم رسید. خدایا شکرت. هر لحظه خدا منو با پول و نعمت‌های بی‌نظیرش غافلگیر میکنه. خدایا شکرت که ثروت با عشق به سمتم میاد. من به راحتی پول جذب میکنم. من در فرکانس فراوانی هستم و 100 میلیون هم فرکانس من هست. من خالق زندگی ثروتمندم هستم و شکرگزارش هم هستم. دریافت 100 میلیون برام طبیعی، راحت و لذت بخشه. من با لبخند و اعتماد این پول را جذب کردم. هر روز در حال دریافت پولهای بیشتری مثل این هستم. این پول فقط شروع برکت‌های بیشتر در زندگی منه. خدایا شکرت که همیشه بهترین ها را برای من میرسونی. من احساس فوق‌العاده‌ای دارم که این 100 میلیون تومان را کسب کردم. خدایا شکرت بابت این نعمت بزرگ و بی‌نظیر. چقدر دریافت این پول شیرین، راحت و لذت بخش بود. خدایا شکرت که منو قابل دونستی برای دریافت این 100 میلیون. این ثروت عالی حق من بوده و حالا با عشق ازش استقبال میکنم. از ته قلبم بابت داشتن 100 میلیون خدا را شکر میکنم. خدایا شکرت که 100 میلیون به راحتی وارد زندگی من شد. من لایق دریافت این 100 میلیون هستم و از ته دل شکرگزارم. احساس میکنم این 100 میلیون با عشق به سمتم جذب شده. خدایا شکرت که پول همیشه با لبخند وارد حسابم میشه. از ته قلبم بابت داشتن 100 میلیون خدا را شکر میکنم. خب همینجور که گفتم دوستای خوبم، این جملات تأکیدی برای جذب 100 میلیون تومان پول هستش. شما میتونین همینجور که این جملات رو تکرار میکنین داخل ذهنتون